چی؟ از من بد گفته؟ بعد اومد در بره زدم زیر پاشو. هیچ کسی هم نمیگه که این سیان. بگم همینجوری الان باز همه رو جذب میکرد به خودش. ما که ازشون هیچ بدی. هی پشت سر هم جیر میکشه. یه دیوونگی همه رو میکش. الغاء ناامید تو جامعه باشه که نشون بده دیگه نه. خوبی یواشکی بازی قش. به شما چه مرد؟ هر کی میدیدش خوشش امنیت ببخشید خب من انجام ندادم. چگونه بخندم؟ دختر اکتیوی بود. خیلی خوب تو چشم بود دیگه. زن در این جامعه کی چش دیدنش بی خیال شما اذیت کنید. نفی حقوق بشر. نگرانیم بابا مثل عکس. جامعه مثل بچه میمونه. باید مراقب نفس کشیدنش بود. بسته دیگه نق زدن. به زور که به مردم نمیشه گفت بخندین که. جامعه امیدم میخواد. امید باید تو جامعه باشه که نشونش بدیم دیگه نه؟ نمیشه توی دست کرد تو جیب گفت بیا اینم امید که. قبول کنیم که جامعه رو عریان نشون دادن غلطه. مثل این میمونه که یکی شلوار پاش نکنه لخت را بیفته تو خیابون. نه کجاش غلطه؟ خیلی هم درسته. به خاطر اینکه در جامعه‌ای که اعتراض مدنی نتونه شکل بگیره اون جامعه مریضیه. غر زدن در جامعه رواج پیدا میکنه. اعتراضهاشون رو به شکل غیر اخلاقی مطرح میکنن. فضا رو برای پویایی نسل جوان فراهم بکنیم. امید رو باید ایجاد کرد. امید باید باشه که من حسش کنم. شما اگه احساس مثبتی ندارید نباید به زبون بیاد. نباید حال جامعه رو گرفت. باید بهش حال داد. نشاط داد. شعور داد. عشق داد. من دست این بانوی بزرگوار رو میبوسم. رفتارهای صحیح اجتماعی اثرشون خیلی بیشتر از شعاره. حالا اگر این رفتارها از طرف یه خانوم باشه، خانومی که معمولاً حقوقش در جامعه پایمال میشه، مسلماً در جامعه تأثیر عمیق‌تری خواهد گذاشت. باید خیلی مراقب باشیم. شاعر چینی میگه بچه ها شوخی شوخی به قورباغه ها سنگ میزنن و قورباغه ها جدی جدی میمیرند.